برای مواد میانی میتونید از انواع گوشت‌های پخته، حتی سوسیس ژامبون استفاده کنید. سیب زمینی ها رو پخته و ریز رنده کنید. قارچ ها، جعفری و فلفل دلمه‌ای رو ریز خرد کنید. قارچ ها، جعفری، فلفل دلمه‌ای، 1-2 قاشق روغن و ادویه‌های در کپشن رو با هم تفت بدید. تخم مرغ رو به سیب زمینی پخته شده به همراه ادویه‌ها و آرد سوخاری اضافه کنید و حسابی ورز بدید. به مواد میانی به دلخواه میتونید کمی پنیر پیتزا اضافه بکنید. مثل ویدیو کروکت هاتون رو فرم بدید و در روغن داغ و شناور حسابی سرخ کنید. بسیار بسیار این کروکت لذیذه، نوش جانتون. فالو کنید تا از آموزش‌های تخصصی و آموزشگاهی بی بهره نمونید.